درود بر شما عزیزان. برنامه 86 تعلیمی ما در مورد روح القدس است. میخوایم بگیم روح القدس چیه؟ روح القدس کیه؟ ما میدونیم در کتاب مقدس به ما داده شده که خداوند آدم را آفرید و میدونیم در کتاب مشخص کرده که آدم مشترکی از مرد و زن. آدم یک مرد نیست و آدم یک زن نیست، بلکه آدم یک واحدی از این دو هست. این دو به صورت واحد مطرح میشه و خداوند میخواد با این دو، با این انسانی که آفریده زیست کنه و میخواد در یک سطح با اون زندگی کنه، در یک سطح قرار داشته باشه. برای که اینکه در یک سطح باشه، اون چی که خودش داره رو به آدم میده. تمام مشخصاتی که خداوند داره در آدم گذاشته شده. این مقام انسانه. ما درست مثل خدا آفریده شدیم، فقط یک تفاوت وجود داره. خداوند خالق است و ما مخلوق، و خارج از این دو هیچ تفاوتی وجود نداره. و ما میدونیم که در این همه چیزهایی که خداوند به انسان داده، یک چیز بسیار مهم در اون گذاشته و اون آزادی است. همونطور که خداوند خود آزاد است و هر کار رو دوست داره میتونه بکنه، انسان هم این آزادی رو از خداوند به دست آورده و هر چه بخواد رو میتونه انجام بده و هیچ چیز و هیچ کس و هیچ قدرتی نمیتونه جلو اون رو بگیره مگر خود اون. پس ما وقتی که آفریده میشیم باید به این سوال جواب بدیم، چون آزادیم. خداوند میخواد با ما زندگی کنه. آیا ما هم میخوایم با خداوند زندگی کنیم؟ چون درست مثل اون آزاد هستیم. ولی یک مشکل وجود داره. قبل از که آفریده بشیم خداوند ما رو از نیستی گرفته، از جهان نیستی، و در نیستی ما چیزی نبودیم که بتونیم تصمیم بگیریم. پس امکان تصمیم در نیستی وجود نداره. وقتی که در نزد خداوند آفریده شدیم، فقط یک با خدا بودن رو میشناختیم و این امکان انتخاب به ما نمیده. ما فقط با خدا بودن رو میشناسیم. پس اگر بخوایم تصمیم بگیریم باید بگیم با خدا بودن. ولی خداوند میخواد که ما آزاد تصمیم بگیریم، یعنی امکان دیگه ای هم وجود داشته باشه و اون امکان اینه که بگیم ما نمیخوایم با خدا زندگی کنیم. ولی وقتی که ما در دست خداوند، کنار خداوند، در جهانی که خداوند هست قرار داریم و با اون در تماس هستیم، چگونه میتونیم بگیم ما نمیخوایم با خداوند باشیم؟ چون با خداوند نبودن رو اصلا نمیشناسیم، نمیدونیم چه اتفاقی میفته اگر خداوند نباشه و ما این آزادی رو داشته باشیم. هر چه خداوند داره ما داریم، ولی میتونیم بگیم خداوند رو نمیخوایم و خداوند این رو میدونه و از قبل برنامه آماده کرده، یک امکان فراهم کرده تا ما بتونیم بدون نفوذ خداوند، بدون وجود خداوند، بدون خداوند، بی خدایی رو تجربه کنیم و بعد در بی خدایی تصمیم بگیریم. خدا رو میخوایم یا نمیخوایم؟ با اون میخوایم زندگی کنیم یا نمیخوایم زندگی کنیم؟ و این جریان به این صورت اتفاق میفته که همه کسانی که در نزد خداوند آفریده میشن در این جهان متولد میشن. پس تولد قسمت دوم زندگی ماست و با تولد ما این امکان رو به دست میاریم که اینجا تصمیم بگیریم. چون کتاب مقدس میگه هر که اینجا متولد میشه گناهکاره.
ما میدونیم تعریف گناه یعنی دوری از خدا. یعنی هر کسی که در این جهان مادی وجود داره دور از خداست و خدا در این جهان نیست. خدا وارد این جهان نمیشه. چرا؟ چون که میخواد ما بی خدا بودن را تجربه کنیم. اینکه تصور میکنیم خداوند اینجاست و چرا این اتفاق افتاد، چرا اون اتفاق، چرا خداوند کاری نکرد، چرا اینجا زلزله اومد، چرا اون کور به دنیا اومد، چرا خداوند اینجا نیست اصلا. اینجا یک طبیعت هست، خداوند این طبیعت رو آفریده، درست کرده و بر طبق قانون این طبیعت این جهان میچرخه. انسان هم گوشه‌ای از این جهان. پس خداوند میتونه بگه که من همه انسانها رو به یک چشم می‌نگرم، چون طبیعتی که من آفریدم این کار رو میکنه و هیچ تفاوتی بین انسانها قائل نمیشم و اینطور هست. ولی حالا ما میخوایم برگردیم به جریان. وقتی که انسان در این جهان متولد میشه بی خدایی رو تجربه میکنه، با تمام وجود خودش میتونه ببینه که این جهان بر طبق قانونی که در اون هست، قانون طبیعت، عمل میکنه و قانون طبیعت و طبیعت بر این جهان حکم فرماست و بر انسان هم همینطور. پس زندگی بدون خدا رو در اینجا میتونه تجربه کنه، بفهمه و ببینه آیا این رو میخواد یا نمیخواد. و حالا در اینجاست که این امکان فراهم میشه. من به خداوند جواب مثبت میتونم بدم یا جواب اصلا ندم یا جواب منفی بدم یا اینکه بعد از که جواب مثبت دادم دوباره برگردم. در تمام این حالتها من خداوند رو انتخاب نکردم و هیچ تفاوتی برای خداوند ندارن. اینا یکی هستند. طبیعت به هر انسانی یک مدتی، یک زمانی هدیه میکنه و در اون زمان این انسان آزاد در این جهان مادی زیست میکنه و وقتی که این زمانی که طبیعت برای هر انسانی مشخص کرده به پایان میرسه، مرگ به وجود میاد. مرگ هست، مرگ فیزیکی، و کتاب مقدس این مرگ و مرگ اول نام گذاشته. آخر تولد مرگ اول هست و زمانی که شخص بدون انتخاب خدا این موقعیت رو به دست بیاره، به این موقعیت برسه که به مرگ برسه، کتاب مقدس میگه مرگ دوم اتفاق میفته. و مرگ دوم یعنی چی؟ انسان نخواسته که با خدا زندگی کنه، به اون جایی بازگشت میکنه که از اون آمده. انسان از نیستی آمده و به نیستی برمیگرده و تمام میشه. ولی حالا اون کسانی که به خداوند جواب مثبت دادند و میخوان با خداوند زندگی کنن، تکلیفشون چیه؟ اونا خداوند میدونه که اینا قادر نیستند به خداوند بازگشت کنند. قدرت انسان بر روی زمین کمتر از اون هست که بتونه دوباره به جهان نور بازگشت کنه و خداوند این رو میدونه و این ضعف طبیعی این جهانه و برای که این ضعف طبیعی رو از بین ببره یک امکانی فراهم کرده، یک موقعیتی به وجود آورده. خودش قرار نیست در این جهان باشه، ولی انسان به قدرت خدا نیازمند هست تا بتونه از این جهان به جهان نور بازگشت کنه. پس چیزی رو فراهم کرده، تمام قدرت خودش رو در اون گذاشته و به اون وظیفه داده که تمام کسانی که به اون جواب مثبت میدن و میخوان با او زندگی کنند رو همراهی کنه، کمک کنه، مواظبت کنه، تعلیم بده
و با اونها باشه تا تمام کبیر زندگیشون که درباره اون با هم صحبت کردیم رو پشت سر بگذارن. و وقتی که اینها به آخر کبیر میرسند، به کمال میرسند، وظیفه این جریان، این قدرت خدا تمام میشه و ما اسم این قدرت خدا رو ما و کتاب مقدس میگذاره روح القدس، روح خدا. پس روح القدس یا روح خدا در این جهان قرار داره، وظایفی داره و این وظیفه رو در مورد کسانی که جواب مثبت دادن انجام میده. و حالا میخوایم ببینیم این به چه صورت هست. ببینید عیسی مسیح در انجیل لوقا یک قسمتی از عهد عتیق رو مطرح میکنه. میگه خداوند روح خدا بر من آمد و من موقعیتی به دست آوردم که مثل خدا عمل کنم، مس شدم. و این جریانی که اونجا از عهد عتیق تعریف میکنه، میگه اکنون این جریان که یک وعده خدا بوده به انجام رسیده و الان این اتفاق افتاده. روح خدا بر من است و من مس شده خداوند هستم و با این قدرت که در من گذاشته شده کارهایی رو انجام میدم که خدا انجام میده و بعد توضیح میده. و این جریان رو برمیگردونه به کجا؟ به زمانی که وارد آب تعمید میشه. و ما میدونیم که عیسی مسیح بعد از تعمید، قبل از تعمید یک انسان بود وارد آب شد، ولی از آب که بیرون اومد یحیی شهادت میده که روح خدا رو دیدم که چون کبوتری بر او نشست. و درست این چیزی هست که عیسی میگه روح خدا بر من آمد، بر من نشست. و ما میدونیم که بعد از اون عیسی مسیح هم به صورت انسان، به صورت پسر خدا، به صورت پسر انسان عمل کرد و هم به صورت خود خدا. هر که مرا دید خدا را دیده است. من راه و راستی و حیات هستم. ببینید وقتی میگه من راه هستم، راه برای ما انسان هاست و ما انسان ها کسی رو میتونیم دنبال روی کنیم، در اون قرار بگیریم که میتونیم ببینیم، میتونیم لمس کنیم، میتونیم. انسان هستیم ما، پس انسان باید باشه. پس عیسی مسیح وقتی میگه من راه هستم، منظورش اینه که من به صورت یک انسان دارم صحبت میکنم، به صورت انسان صحبت میکنه. ولی بعدش میگه من راستی و حیات هستم. و ما میدونیم راستی فقط خداونده، در خداونده، و حیات فقط در خداونده. پس قسمت دوم و سوم به عنوان خدا صحبت میکنه. پس متوجه میشیم که روح خدا چی هست؟ تمام قدرت خداست. بر هر کس که بشینه اون شخص قدرت الهی رو به دست داره و در دست میگیره. و حالا این جریان اتفاق میفته برای ایمانداران. ایمانداران وارد آب تعمید میشن و طبق وعده خداوند بعد از خروج از آب تعمید که در ایمان این آب رو وارد شدند، عیسی مسیح اونها رو در روح القدس تعمید. روح القدس همون روحی که بر عیسی بعد از تعمید نشست، همان روحی که در عهد عتیق از اون صحبت روح خدا، روح القدس. ما انسان ها با جواب مثبت و از راه ایمان
وارد پادشاهی خداوند میشیم و عیسی مسیح ما رو در روح القدس تعمید میده و ما مسح شدگان خداوند هستیم. در عهد عتیق حقه روغن رو میریختن روی افراد، روغن این فرد رو بپوشونه، نشانه ای از روح القدس. ولی در عهد جدید این به صورت روحانی اتفاق میفته و روح القدس در انسان ها قرار میگیره و قدرت خدا در هر انسان خود سپرده به خدا قرار داره. و حالا میخوام ببینیم چه اتفاقی میفته. این روح القدس وظیفه داره که ایماندار رو همراهی کنه، کمک کنه، تعلیم بده و تا آخر راه با اون باشه. ولی فقط تا آخر راه، به معنی که ایماندار به آخر راه رسید، یعنی به تکامل رسید و دیگه آماده است که این جهان مادی رو ترک کنه، دیگه روح القدس وظیفش نسبت به اون تمام میشه و انسان دوباره به حالت اولیه که آفریده شده در نزد خداوند قرار میگیره. پس روح القدس فقط برای این جهان داده شده، در اون جهان ما روح القدس رو نداریم. ولی فراموش نکنید که وقتی که از آب بیرون میاد کتاب مقدس میگه عیسی ما رو در روح القدس تعمید میده، ولی روح القدس ما رو در روح تعمید میده. دو تا تعمید اتفاق میفته. ما در روح خدا در این جهان تعمید میگیریم و روح القدس ما رو در روحی که گم کردیم، ما انسان ها در روح و روان و جسم آفریده شدیم. وقتی که در این جهان متولد میشیم از روح خودمون جدا شدیم و روح القدس این جدایی رو برطرف میکنه و ما رو در روح تعمید میده و انسان دوباره به صورت روح و روان و جسم یکی میشه. منتها در اینجا ما دو تا جسم داریم، جسم زمینی، جسم مادی هم وجود داره و باید تا زمانی که این جسم مادی کبیر زندگی رو پشت سر نگذاشتیم با این جسم مادی باشیم و بعد از که کبیر زندگی رو پشت سر گذاشتیم این جسم مادی تمام میشه و ما دوباره به صورت اولیه با یک جسم در حضور خداوند خواهیم بود. ولی حالا ببینید ما در روح القدس تعمید گرفتیم و توسط روح القدس با روح خودمون در تماسیم. ما میدونیم که تنها چیزی که تو این جهان هست جسم مادی ماست و روح القدس هست. پس بقیه چیزها جسم ابدی ما قبلا صحبت کردیم در جهان سوم، در آسمان سوم قرار داره. ما از نیستی از آسمان دوم گرفته شدیم و در آسمان اول خداوند زیست میکنه. آسمان روحانی است، جهان روحانی است. و حالا در حالی که ما روی زمین هستیم و با روح القدس در تماس هستیم، روان ما که دل ما در اون قرار داره و جسم ابدی ما در جهان سوم، در آسمان سوم هستند و زمانی که روان ما با روح ما در تماس قرار میگیره، یک رابطه بین روان، جسم ابدی، جسم مادی و روح برقرار میشه. و حالا در کتاب مقدس آمده که میگه روح من با روح خدا با هم شهادت میدن که من فرزند خدا هستم. و میدونید در کتاب مقدس دو تا شاهد لازم است تا یک چیزی مطمئن باشه. و روح خدا با روح من، روح القدس با روح من به من شهادت میدن که من فرزند خدا هستم. روح القدس که در این جهان مادی قرار داره این شهادت رو میده و روح که در جهان روحانی در آسمان اول قرار داره و با روان من در رابطه هست این شهادت رو میده و این شهادت به من میرسه و من مطمئن هستم، دو شاهد دارم و من فرزند خدا هستم.
ببینید تمام چیزهایی که در کتاب مقدس آمده قابل تفسیر، قابل درک، قابل فهم هست اگر شخص تعلیم روح القدس رو داشته باشه، تعلیم صحیح داشته باشه، تعلیم کامل داشته باشه. و به خاطر همین از همتون عزیزان میخوام که این برنامه ها رو از شماره 1 شروع کنید. میبینید همه به هم وصل هستن، جدایی وجود نداره. و حالا میخوایم ببینیم به چه صورتی هست. یک سری مسائلی برای ما باید مطرح بشه. روح القدس که درباره اون صحبت کردیم چیه؟ کیه؟ روح القدس وسیله نجات انسان که خداوند در این جهان گذاشته و تمام قدرت خداست. خداوند همگی ما رو برکت بده. بدرود.